5 تا چیزو همیشه به خدا بگو. 1. بگو خدایا آبرومو دست خودت سپردم، پس خودت مراقبم باش و منو محتاج بنده هات نکن. 2. بگو خدایا هیچ وقت منو وابسته کسی نکن که قراره تو زندگیم نباشه. 3. بگو خدایا جوری حال منو خوب کن که هیچ کسی نتونه تغییرش بده. 4. بگو خدایا درای رحمت تو جوری برون باز کن که هیچ کس قادر به بستنش نباشه. 5. بگو خدایا جوری دیگرانو خوشبخت کن که خوشبختی ما رو فراموش کنن. هیچ وقت از انرژی شکرگزاری غافل نباش. برای همه نعمتایی که خدا بهت داده همیشه با عشق بگو خدایا شکرت. چی کار کنم که از زندگیم لذت ببرم؟ 3 جا زیاد برید: بیمارستان، زندان، قبرستان. بیمارستان رفتی، نگاه کن به مریضا، مخصوصا بخشای ویژش، بگو خدایا شکرت، هیچ دارایی بهتر از سلامتی نیست. زندان رفتی، بگو خدایا شکرت، هیچ دارایی بالاتر از آزادی نیست. قبرستان رفتی، بگو خدایا شکرت، نفس میکشم، این زمینی که الان روش راه میرم قراره که سقف من باشه. حواست به خودت باشه. اگه میخوای از زندگی لذت ببری، به دارایی های خودت فکر